یکی بود یکی نبود، یه زمینی بود یه آسمونی که همه چی به زیبایی و شگفتی کنار هم چیده شده بود تا اینکه افتاد دست آدم ها. اگه ما تونستیم زمین رو به این روز بندازیم، یه بچه رو نمیتونیم نابود کنیم؟ دنیا که اومدیم ذهنمون مثل این ظرف آب پاک و زلال بود. اون چه که بر اون بچه گذشت و در اطراف اون گذشت یا مثل گلابی بود که به این ظرف اضافه شد و عطرش همه جا رو پر کرد، یا مثل خاکی بود که این آب رو گلی کرد. بزرگتر که شدیم شاید با گذشت زمان گلها ته‌نشین شد، ولی فقط هنر درمانه که میتونه برای همیشه اینها رو خارج کنه تا با هر ضربه‌ای دوباره این آب گل آلود نشه و دوباره پاک و زلال بشه.